کراتوس یونان یا کراتوس نورس. سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشین. امیر نصران. امروز میخوایم گادآفار سری یونان و گادآفار سری نورس رو با هم مقایسه کنیم، چه از لحاظ گیم پلی، چه از لحاظ داستان، از لحاظ اتمسفر و خلاصه کلی چیزای دیگه. تو این ویدیو همراه ما باشید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو هم لایک کنین. دمتون گرم. برو که بریم. گادآفاری که از مجموعه هستش که تو طول 2 دهه توانست خود را علاوه بر یک بازی اکشن به یک اثر سینمایی عمیق تبدیل کنه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که هر کدوم از این اثرات چه هویتی داره و چرا برای جهان گادآفار ضروری هر جفتش. داستان گاد یونانی بازتابی از تراژدی‌های کلاسیک یونانه. کراتوس سرزمینی یه شخصیت انتقامجو خشنه که تحت بازی خدایان قرار گرفته، همش دنبال انتقامه. تو آخر این سری که گادآفار 3 بودش می‌بینید که انتقام از تمام خدایان یونان و حتی خدایان یا زئوس میگیره. روایت خطی، سرعت بالا و نبرد میان انسان و خدایان محور اصلی داستان گادآفار سرزمین یونان میتونه باشه. در دوره نورس روایت عمق بیشتری پیدا میکنه. کراتوس با گذشته ویرانگر وارد یه سرزمین جدیدی میشه و این بار کنترل نفس، پدر بودن و جستجوی رستگاری اینا همه جایگزین خشم میشن. در واقع گادآفار سری یونان یه حالت حماسی و تراژدی داشته، ولی گادآفار سری نورس یعنی گادآفار 2018 و گادآفار رگناروک یه حالت فلسفی تر و عمیق تر داشته نسبت به گادآفار قبلی. حالا بریم درباره گیم پلیش صحبت کنیم. گیم پلی سری یونان یا همون گادآفار 1 تا 3 و اون چند نسخه‌ای که واسه PSP اومد، یه نسخه دیگه هم برای PS3 داشت فکر کنم. اونا بیشتر هکن اسلش کلاسیک بوده، کنترل کامل بر میدان نبرد بوده و باس فایت های عظیم و خلاصه یه زاویه دوربین از بالا تقریبا بوده، حالا یه خود متمایل تر به پایین و مبارزات یه جوری بوده که همیشه کنترل دست شما بوده و میدان نبرد دست شما بوده اگه خیلی قدرتمند بازی میکردی. در سری نورس زاویه دور این دفعه نزدیکتر شده شما، مثل دقیقاً یه چیزی مثل رزیدنت اویل 4 که یه انقلابی بود تو سری رزیدنت اویل. گادآفار نسخه 4 یا هم گادآفار 2018 دوربین از به شونه شما نزدیکتر شده، حملات تاکتیکی تر شده، باید دقت بیشتری داشته باشین و حملات با یه تبر و یه سپره و پرتاب تبر، حالا اون شمشیر قدیمیش هم جلوتر میگیره، ولی میگم حملات تاکتیکی تر شده و باید دقت بیشتری داشته باشین توی زدن ضربه به دشمنانتون. میخوایم درباره فضای بازی صحبت کنیم، اتمسفر بازی. گادآفار سری یونان یه سری رنگای گرم داشته، کوههای المپ، اساطیر یونانی، الهه‌های یونانی و خلاصه کلی المان‌های دیگه که باعث میشه که یه حس حماسی به شما القا کنه تو این سری بازی. یونانی آشکار و نمایان هر چیز بزرگی که میبینید، هر چیز عظیمی که میبینید میخواد در واقع عظمت خودش رو به شما نشون بده توی این بازی. در واقع این اتمسفری که دربارش صحبت کردیم میخواد گادو به یه حماسه تمام عیار تبدیل کنه، برای همین این المانا رو برای شما به نمایش میذاره. حالا بریم درباره گادآفار سری نورس صحبت کنیم. در مقابل نورس فضای سرد، زمینی و واقع گرایانه داره، کوههای پربرف، اون هیولاهای مربوط به سرزمین نورس و خلاصه کلی المان‌های دیگه که یه حس سردی اون سرزمین‌ها رو به شما القا میکنه. در واقع حالا اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، سرزمین یونان یه حالت اساطیری و حماسی داره، در صورتی که نورس یه حالتی مینیمالیسم اساطیری داره و همچنین یه خود فلسفی تره به قول معروف. حالا بریم درباره شخصیت پردازی خود کراتوس صحبت کنیم. کراتوس سرزمین یونان یه حالت انتقام جویانه و خشم بی انتها داره و خلاصه داره میگه که انتقام گیری و خشم تا پایان داستان با من هستش. در واقع کراتوس یونانی شخصیتی که کنترلی بر سرنوشت خودش نداره. حالا چرا اصلا اینجوری شد؟ اون موقعی که کراتوس جزو ارتش اسپارتا بوده و فرمانده ارتش اسپارتا تو جنگ با بربریان،
به مشکل میخوره یا هم بربرها به مشکل میخوره، و اونجا گادافار یا همون اریس رو صدا میگه اریس destroy my life is yours destroy my enemies، یعنی دشمن من نابود کن زندگی برای تو. که اونجا اون شمشیرایی که اسم شمشیرش بلید آف کیاس بود، اون شمشیره رو میده به کریتوس و در واقع اونجا دیگه کریتوس قدرت خودش رو، یعنی کنترل خودش رو از دست میده. حتی وارد یه سرزمینی میشه، وارد یه دهکده میشه که اونجا دختر و همسر خودش رو نیز میکشه و خاکستر یه نفرینی روی کریتوس میشینه که خاکستر خشم اونا بوده، که برای همینه که پوست کریتوس تو گادافار 1 و 2 که مطمئنم اینجوری بود و تا 3 هم همین جوری بود و یه خاکستر سفیدی روی پوستش میشینه و پوستش سفید میشه در واقع تا آخرش بدنش سفید میمونه و بهش میگن گوست آف اسپارتا، که دلیل این که بهش میگن گوست آف اسپارتا همین بوده. اما کریتوس نورس دیگه یه شخصیت پیچیده و فلسفی داره که از خدایان فرار نکرده، بلکه از گذشته خودش فرار کرده و وارد یه سرزمین جدید شده. واقعا کریتوس نورس سعی میکنه که پدری بهتر از پدر خودش واسه فرزندش باشه و همین باعث میشه که اونو تبدیل به شخصیت پیچیده و تا حدودی شخصیت غمگین بکنه و در واقع به جای نابودی اینجا دیگه کریتوس به دنبال ساختن یه زندگی جدید برای خودش و فرزندش. بریم حالا درباره نقش آتریوس یا هم پسر کریتوس ببینیم چه تأثیری داشته تو زندگی کریتوس. میبینیم که تمام دلایل تغییر کریتوس، یعنی یکی از دلایل مهمش همین آتریوس یا فرزندش هستش که اونو به شخصیت جدید و متفاوتی تبدیل کرده. در واقع اگر آتریوس تو این سری بازی نبود، مطمئنا کریتوس خیلی فکر نمی‌کنم با کریتوس یونان تفاوتی داشته باشه. در واقع این دفعه داستان گادافار هم از دید خود کریتوس بیان میشه، هم از نگاه فرزندش، که باعث میشه یه لایه‌های درونی به بازی اضافه کنه که توی گادافار سری یونان وجود نداشت. اینا هم بهتون میگم که توی نسخه گادافار رگناروک شما میتونید کنترل آتریوس رو به عهده بگیرین و به جای اون بازی کنین. این هم یکی از تفاوت‌های بود که گادافار سری 2018 یا هم گادافار نسخه 4 نداشتش. گادافار یونان و گادافار نورس دو نسخه متفاوت با دو هویت مستقل هستند. گادافار یونانی حماسی، خشن و پرسرعت و در واقع اساطیری تره به طور خلاصه بخوایم بگیم، و گادافار سری نورس فلسفی تر، پیچیده تر و شخصیت محورتره و در واقع شخصیت پردازی بسیار خفنی روش شده. در واقع سری یونانی تولد کریتوسه و سری نورس تکامل و بلوغ کریتوسه که تبدیل به شخصیت کاملا متفاوت تر از نسخه های سری یونانی میشه. اگر پرسیده شه که کدومش بهتره، خب گادافار سری یونان اکشن کلاسیک داره و داستان پردازی خیلی خفنی داره. گادافار سری نورس روایت عمیق‌تر و شخصیت پردازی پیچیده‌تر و فلسفی تری داره. در واقع هر دوشون کنار هم یه نسخه کامل میسازن از خشم تا بلوغ کریتوس. حالا اگه من بخوام نظر خودم بگم، بهترین گادافاری که بازی کردم گادافار 2 بود، روی PS2 بود. گادافارا رو فکر کنم نسخه اصلی رو همه رو بازی کردم، ولی تنها نسخه‌ای که تمام کردم که گادافار 1 بود رو PS2 که گادافار 2 بود PS2. گادافار 2018 هم بازی کردم، خیلی جذاب بود. با حال رگناروک هم بازی کردم، ولی خب میگم هیچ کدومشون گادافار 2 نمیشه برام. من خودم طرفدار کریتوس یونان هستم. حالا شما تو کامنت ها به هم بگین کریتوس یونان بیشتر دوست داشتی یا نورسو. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با هم بودین. ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین و هر نظر داشتین بگین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با هم بودین.